با سعی و تلاش و زحمت و کوشش بیش از 6 ساله ما و دستگیری دیگر کشورهای حوزه تمدن نوروز، این آیین واقعا مردمی ما که تاریخی بیش از 6000 ساله دارد جهانی گردید و ما امروز افتخار میکنیم که جشن باستانی مردم ما نوروز مقام بین المللی را صاحب گردیده است. برای نوروز 6 سال ما زحمت کشیدیم در سازمان‌های بین‌المللی یونسکو، سازمان ملل و قطعنامه سازمان ملل متحد اکثریت کل مردم دنیا دولت‌ها قبول کردند. در تمام دنیا امروز با یک حرف میزنند: نوروز مبارک باشد.